امروز میخوام یه سری واقعیت‌های کثیفی از دنیای دارک وب براتون توضیح بدم تا از ترس جیغ بکشید. با ما همراه باشید. این دختر برای چندین روزه که داخل یک اتاق حبس شده. این مرد مجبور به خوردن چیزی شده که باعث این گریه شده. زن یا مردی که به این شکل درش آوردن و انگاری که دارن مجبورش میکنن تا این حرکات رو اجرا بکنن و این مدل بریتانیایی رو مسمومش کردن و رو بودنش و برای فروش گذاشتنش. همه اینایی که گفته شد و حتی میلیون ها برابر این تعداد همگی قربانیان شبکه‌ای به نام دارک وب هستند. دیدن این ویدیو رو به همتون پیشنهاد نمی‌کنم چون باعث ایجاد یه سری سوالات تو ذهنتون در مورد بشریت میشه. همچنین یک سوال بسیار مهم را نیز مطرح می‌کند: آیا یک شخص عادی باید از دارک وب بترسه؟ به خاطر اینکه حتی اگه ازش استفاده هم نکنی یا اصلا ندونی که وجود داره، باز هم تاثیرش رو شما میذاره و میتونه زندگیتون رو خراب کنه. دارک وب یک بخش مهمی از اینترنته و بیشتر مردم عادی بهش دسترسی ندارند. در اینجا بازارهای غیر قانونی وجود دارد: فروش گواهینامه‌های رانندگی تقلبی، پاسپورت، انواع اقسام مواد مخدر، کلی اسلحه های خطرناک و حتی اندام انسان. اما اینا با چیزی که پیش رو داریم اصلا قابل قیاس نیستن. دارک وب مثل یک جنگل ممنوع است. هر چقدر بیشتر داخلش بری خطرناکتر میشه. میتونین قاتل هایی رو استخدام کنین تا هر کسی رو که خواستین براتون بکشه. حتی میتونین آدم بخرین و اینجا دقیقاً جاییه که دارک وب زندگی مردم عادی رو تحت تاثیر قرار میده. اینجاست که باید بترسیم که امکان داره شما یا عزیزانتون بوده بشین و در شبکه دارک وب برای فروش گذاشته بشین، چون این اتفاقیه که تقریبا برای کلوی آیلینگ افتاد. I woke up in the boot of a car in a zip-up bag. Oh my word. And I had tape on my mouth and handcuffs on my feet. He said I would be sold to somewhere in the Middle East and that the men would use the girls for about 3 months, pass them around to all the relatives and friends, and then when they're eventually bored of the girls, and they just feed them to the tigers. I was hoping for like a non-painful death. شخصی که اونو دزدید به 16 سال حبس محکوم شد، ولی همه مثل اون خوششانس نبودن. این ویدیو داره یه دختر جوونی رو نشون میده که داخل یک اتاق حبس شده. اون بعد از اینکه دوربین داخل اتاقش رو پیدا میکنه یه علامتی میسازه که غذا و کمک لازم داره و ویدیو جایی تموم میشه که شخصی سعی داره به زور وارد اونجا بشه. ویدیوی بعدیمون خیلی ویدیو عجیبیه. ما داریم یه مرد یا یک زن رو میبینیم که این شخص داره به زور یه سری رقصای عجیبی رو انجام میده که معلومه برای مدت طولانی نه آب خورده نه غذا، و اگر بیشتر دقت کنید همش داره به کسی که ازش فیلم میگیره، آدمایی که پشت دوربین دارن از این فیلم میگیرن، با ترس و وحشت نگاه میکنه و مشخصی که داره به زور این رقصای عجیب رو انجام میده.
ما نمیدونیم چه اتفاقی برای اینا افتاده، اما ویدیوهایی مانند اینا داخل دارک وب بسیار رایج هستش. رفقای گلم، متاسفانه به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر دوست داشتید پارت دوم دارک وبم براتون بذارم، کامنت های این پست رو به 50 تا برسونین تا بریم برای پارت دومش. مثل همیشه لایک یادت نره، کامنت هم یادت نره و اون انگشت خوشگل و قشنگتو بزن اون دکمه سابسکرایب یا هم مشترک شدن و جزو خانواده ما شو و اون زنگوله بغلش هم فعال کن تا هر ویدیویی میذاریم شما اولین نفری باشی که با خبر میشید. خیلی دوستتون دارم، قلب منید. ماچ به کلتون. تا درودی دیگر، بدرود.